دوستان عزیز، این امید و آرزوی میلیون ها مردم است. یعنی بانوان در میدان برآمدن این علاقه شجاعی و قهرمانی مردم ما را نشان میدهد. امروز بانوان تاجیک نیز آماده هستند که در میدان دلاوری مبارزه برند و از همین جا قدم های نخست خود را برای گشتن جدا نشان دهند. اهلیه پیراهن سفید کبود به بر کرده است و بر مقابل مولوده یکی از بانوان است که در گشتن ملی تاجیکی در منطقه های گوناگون گشتن میگرفت. پیراهن سفید به بر کرده است. اهلیه در مسابقه جام آسیا جایزه دار است میان بانوان، میان نوجوانان، بانوان نوجوان. حالا دوباره کمیکت این پهلوانان و تلاش این پهلوانان. اینجا مولوده اهلیه حالا از حالت دورتر دوباره سر کتف سیانگه برای اهلیه میسر نمیگردد. مولوده عادی نه و قدی بلند دارد در وزن تا 63 کیلو. سیانگه اهلیه آفرین خوب کار کرد. اهلیه جایزه دار آسیای بانوان است. این بانو تکیه به تجربه خود و نشان طلای بانوان را با همین هنر زیبا خود نشان. ببینید حالت تکرار را چگونه سیانگه زیبا از جانب اهلیه نمایش داده شد.